السلام علیکم. در حیات همه گونه واقعه‌های به عمل می‌آید که شخص در حیرت می‌ماند. پگاه چی می‌شود کسی نمی‌داند. تابستان صبح بر وقت دمیده بود. خوابی دوران پریده بود. با گرد و اطرافش نظر می‌کرد. زنش نبود. فکر کرد که گاو جوشیده ایستاده است. کودکی 5 ساله‌اش داستان دویده به خانه درآمد و خود را به بالای پدرش پرتافت. دوران قصداً چشمش را نگشوده خود را به خواب انداخت. پدر از خواب خیز به کار دیر میکنی. من خرسی از جنگل آمدم تو را میخورم گفته با پسرش چسباکنک کرد. آمدن زنش زهرا را نیز حس نکرد. کنی خرسان تنبل بیایتان نانوشته تیار. 2 روز باز سیم برق کنده شده است. حالا هیچ کس را برق نزده است. همان را ساز کنید. پاییدن از خفای پسرت خسته شدم. باز رفته سیم برق را نقپد گفته علاوه کرد زهرا. از کار بیایم میبینم. اگر شود سیفی منتیار را با خود میبیارم. میدانی حاضر آخر ماه کارم به نهایت بسیار گفت دوران. نانوشته را سراسیمه‌ور خورد و به خانه درآمد. از قفایش زهرا نیز درآمد. زهرا درز و دوزت را جمع کن و خودت را احتیاط کن گفته به فرزندی در بطن زهرا بوده اشاره کرد. خواب شده است. نغز رفته بیایید گفت جلوه کرده زهرا. زهرا کار و بار خانه را سر کرد و خواست حولی را خوب تازه کند. زیرا پگاه فرزند تولد شود دیگر امکانیت تازه کردن نمی شود. گفته به تازه کنی شروع کرد. همین زمان در پس درخت سیم آویزان بود. این سیم نادرکار گفته با 2 دستش آن را قپید. آن را کشیدنی بود. این زمان فیغان زهرا را فهمیده اعضایان دیگر خانواده دویده برآمدند. خسورش این را زود درک کرد و به سوی خشتامنش گفت که زنک زود همسایه را دعوت کن که کیلین را برق زده است. در یک مدت روی حوله را مردمان کوچه پر کردند. یاری تعجیلی نیز رسیده آمد. چقدر زحمت نکشند کیلین به خودش نآمد. پدر بندگی بود است. از دستمان آمدگی اش را کردیم. افسوس در بطنش فرزندش نیز بود است گفت خادمان تیب. دوران نیز رسیده آمد. پسرم اکنون چیکار میکنیم؟ کیلین میس گل برینمان را از دست دادیم. نه این طور شدنش ممکن نیست. زهرا چشمت را کشا گویان همسرش را لرزانید. جنازه را به فردا گذاشتند. روز دیگر همه جمع شد. از داد و فیغان زنها همه به گریه آمده بود. مخصوصا مادر زهرا از سوختن ادا شده بود. پیش از آن که میت را به آب گرفتند همه خویش تباران در آمده راز و رازیگی میکردند. اما دوران هیچ کاری نمیکرد. رازی من گو پسرم گفت مادرش. دوران گریه را سر کرد. مادر او نمرده است. او را فقط تاک زده است. او زنده است. این را قلباً حس کرده ایستادم. اما دوران را هیچ کس باور کنانیده نمیتوانست. دوران هیچ گپی وای زنده گفتن را کنده نمیکرد. وقتی تابوت را میبردند دوران تربه پلاستماسی را به دوستش داد تا که به قبرستان برد. وقتی جسد را به قبر میماندند دوران خواهش کرد که تربه را از طرف دهان میت راست مانند تا که هوا درآید. گفته از همه خواهش کرد. هیچ کس او را از فکرش گردانیده نتوانستند. در آخر آن طرزی که او میخواست همان گونه میت را به قبر گذاشته تربه را نیز مثل خواسته او راست برای هوا در آمدن به قبر ماندند. پس از این واقعه او را کسی به دیوانه برآوردند. باز کسی برایش غم خوردند. به خانه آمده دید که داستان به صورت مادرش نظر کرده نشسته بود. دوران از این حال باز سخت غمگین شد. روز دیگری حالا کسی از خواب نخسته بود. دوران به سر منزل همسرش رفت. نزد قبر رفت و به درون قبر گوش انداخته می ایستاد.
و چند وقت در نزد قبر نشست و به خانه برگشت. همان شب به خواب دوران زهرا برآمد. او مثل نارضا بود. من زنده ام، چرا مرا نمیبرید گویان؟ زهرا صدا میکرد. روز دیگری نیز حالا کسی از خواب نخسته بود. دوران باز به سر قبر همسرش رفت. نشسته به قفا برگشت. بیگاهی نیز قلبش درد کرد و باز به آنجا رفت. به سر قبر نشسته گریه میکرد. وقتی خیست تا از آنجا رود به گوشش آواز رسید. به قبر گوش انداخت و سراسیمه‌وار رفته از خانچه قراول قبرستان بیلدسته را گرفته آمده به گشادن قبر شروع کرد. از قفایش قراول نیز آمد. پسرم، این کارت را نکن، مرحومه را بی‌ذات مکن گویان به دستش چسبید. پدر، مرا رها کن، حاضر این کار را نکنم پس یک عمر افسوس خورده میگردم. قراول او را از این کار برگردانیده نتوانست. از فکر کردهش دست نکشید و در یک لحظه قبر را گشاد. قراول به درون قبر نظر کرده کلمه اش را به زبان تکرار به تکرار می گفت. در قبر کفن گشاده بود و نزد جسد طفل نوزاد می خوابید. سبحان الله. این زمان از تلفن دستش زنگ زده همه را به یاردم دعوت کرد. کسی به او باور کرد و کسی دیگری باور نمی کرد. همه رسیده آمدند. ماشین تعجیلی نیز این زمان حاضر شد. همه از این حالت کرخ شده بودند. معلوم شد که زهرا پیش از تولد از درد به هوش آمده در کجا بودنش را فکر نکرده تولد می کند و باز از هوش می رود. پسرم، مهر شما را نسبت زهرا خدا خودش می داند و از این سبب او را به ما گردانید، گفت مادر زهرا. این زمان در خانه ماتم زده باز توی خرسندی شد. خداوند زهرا را به دوران دوباره برگردانید. خب دوستان عزیز، از این قصه یک چند حصه برآوردن ممکن است. یکم، مهر انسان ها به همه چیز قادر است. دوم، محترم مردان، تنبل نشوید. با کمبودی های خانه اتان بی‌پروایی نکنید. عاقبتش را دیدید چی می شود. سوم، عمر غنیمت است. در یک لحظه از خرسندی به ماتم تبدیل یافت و از ماتم به خرسندی. به قدر هر دم رسید. فکر میکنم از این قصه برای خود عبرت گرفتید. اگر پسند باشد ما را دعاگو باشید و ما شما را تا نوار آینده در پناه الله باقی میگذاریم. السلام علیکم.